بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان محترم پورتال مناظره و گفتگو. توی این برنامه ما یه اتفاق بسیار ویژه افتاده که کاش قبلا تو رسانه ملی هم این اتفاق می افتاد. بینندگان عزیز شبکه پورتال مناظره و گفتگو، سلام. من حسن ریوندی هستم، در کسوت یک شومن یا یک استندآپ کمدی. مقدماتی. به نام خدا، عرض سلام و ادب احترام خدمت حضار بینندگان عزیز ارجمند پورتال. اگر شما دارید نگاه میکنید این برنامه رو، از همین اول میتونید به رأی بذاریم حسن ریوندی، سامان گوران، ببینیم کدوم کارشون بهتره، کدوم حرفاشون قشنگتره. کامنت بذاریم برای ما یا همون نظرتون رو بنویسید به فارسی اون زیر. بعد اون وقت ما باهاتون قطعا ارتباط خوبی برگزار میکنیم. تو همین اولش داری منو سامانو با هم مسابقه دوچرخی میندازی با هم دیگه. مگه اینجا مسابقه است مرد حسابی؟ رقابت نیست که، رفاقت. حواسمون جمع باشه در زندگی، همش یا تو رقابتیم یا در حسادتیم. حسادت خیلی چیز بدی. سامان جان، شما نظر در مورد لبخند خنده؟ لبخند خیلی خوبه. تو خوبی خوده؟ بعد اینکه قربان شما سلام دارم، اتفاقا اقوام شما سلام رسونم. خدا رو شکر میکنم که منم در حضور اساتید بین المللی ایران ریوندی یا عزیز، در حضور این اساتید میتونم یه مقداری ارزاندام کنم. حالا میکروفونم اگه مشکلش حل شد دیگه ارزاندام نمیکنم. Introduce yourself. Oh my god. گفتم خودتو معرفی کن برای بیننده‌های ما، چون بیننده ما بین‌المللی هم حداقل اینجوری میگفتی could you please introduce yourself. اوکی. حالت سوالی داشته باشی. بعد پلیز چون قطعا میتونی خودتو معرفی کنی. Yes, of course. No problem. I'm a showman. I'm stand-up comedy. Usually we come in the morning, stop to time, take shower, take bath, brush teeth. It was okay at first, but now after 2 years I don't like it. It's warranted to boring it of mine. بریم برای معرفی. من حسن ریوندی هستم، متولد 1105 یک اضافه گفتم 1155 در شهر سبزوار. دیده به جهان گشودم و کاش نمی گشودم. من متولد 1368 هستم. یه لاو استوری بین این دوتا به وجود اومده. شما ما رو بعد از خیلی وقت با هم رسوندیم. بله، چاکریم. میشه نگاه میکنی ازم دوری اما دلت با منه. سامان گوران میلیاردر هم هست، یعنی آدمی که فیلم هم بازی کرده، یک سریال بسیار خوب پر از بیننده به نام میلیاردر که معلوم نشد چی شد. این میلیاردره ادامه نداشت. انشالله قسمت‌های بعدیشو میخوایم تو صفحه مجازی با کمک شما پخش کنیم. میلیاردر گفت اول من کوپ کردم، گفتم سامان میلیاردره، پس چرا کت کهنه پوشیده؟ اگه دوربین بگیره این قسمت‌ها زوم کنه سر استودیو ما آزادی رو بشنویم از حسن ریوندی. من نظرم که دوربین رو سامان گوران باشه. از افکت بعد شروع بشه دیگه. آره داریم میریم. خب تو عادل فردوسی پور داری گزارش میکنی، صدای به نام خدا، عرض سلامت و احترام خدمت تک تک بینندگان عزیز و اعضای که دیگر برنامه فوتبال برتر در خدمت شما عزیزان هستیم. اجازه بدید قانون نقش کلا ساعت 3:15 بعد از ظهر در استودیو بسته شده. بفهم. در اعماق اقیانوس آرام این کوسه خطرناکترین و درنده ترین کوسه در میان تمامی کوسه ها از گونه های دیگر است. بر کوسه حتی از کوسه سفید هم خطرناکتر است. در جاهایی دیده شده است که این کوسه حتی با نهنگ‌های قاتل درگیر شده. سفره ماهی از کنار او به آرامی می‌گذرد. دم سفره ماهی بسیار خطرناک است. ولتاژ برقی که او در صدمی ثانیه از خود ایجاد می‌کند قادر است که یک نهنگ را به حالت نیمه خشک در بیاورد. آقا این برنامه‌ای که داداش میگه و فدایی داره، اصلا من خیلی این برنامه رو نگاه میکنم داداش. آقا منو نگاه کن، من این برنامه مستند شما رو دنبال میکنم تا اونجایی که این کوسه، من نفهمیدم این پلنگ موزن من به تو گفتم این برنامه رو نگاه کن؟ اصلا من گفتم این کار بکن تو؟ آقا نگو. من گفتم این کار میکنی آبرو ما رو میبری عرصو. آقا این با شما به من بگو آقا این رحمان رحیم کشن آقا. بابا این داشتی رد میشدی که تیر هوایی زدی خود. اصلا بوزنم دهنه.
علیکی میگی. زهش کشیده بچه تو نگاه زحمت نکن شما بسیار. دهه چندین؟ من دهه 50. تو که دهه 50 بودی و میتازیدی، نرو به من بگو از کجا از تو سبزگاه آوردی اومدم. من به بارونا سپردم، به خیابونا سپردم که مواظب توه دیوونه باشه. پشت این پنجره ها وقتی بارون میباره، چون از بارون گفت، وقتی آهسته غروب تو خونه پا میذاره، وقتی شبنم میشینه رو غبار جاده ها. تویی چقدر خوبی تو، بابا ادامه بدید. یه شب مهتاب ماه میاد تو خواب، منو میبره ته اون دره، دره به دره، صحرا به صحرا، اونجا که شباش شب بده. شب بده، شب گمیش نه شب داره لنگ، نه ای بابای چش شب مگه شب شعر آقا؟ داره خوبه شعر برای باش موافقم با شبه. شازنم زیبا زنیم بوزه زنیم دستای تو آخه بریشم حسن قیمت نداره، حیف از اون اول برنامه دستان کم تو جیبتون نان پاره ز من بستان، جان پاره نخواهد شد، وان را که منم مأوا. آقای قاسم افشار و محمد علی هوا تو کرده من حیرون تو این روزا، هوا تو کرده دلم میخوده از باغ احسن ریمندی سبز بار برگرده، هوایی میشم زمینی میرم، چون هوایی خطرناکه زمینی برم. الان که واقعا سفرهای برون مرزی داخل مرز چجوری میدی شما؟ میری از سیم خاردار میرم حقیقتش، نه آخه با این چون معلومه که تو از سیم خاردار رفتی که کتت پاره شده. اینو گفتم که اشاره کنم به شروع این سفر فقط به خاطر تو بود و بس، تموم این سفر فقط به خاطر تو بود و بس. ای آدمای مهربون، واجبه که جلا بدیم آبی آسمونی رو، وقف پرنده ها. آب بخوریم خسته شد. میشه که نمیشه. من شنیدم جایی بنده خدایی CD منو گذاشته پشت صحنه، داده تو لپتاپ گذاشتن یا CD من، رفته روی صحنه فقط لب زده و آیتمای من دیگه. از این خفن‌تر کار سراغ داری شما؟ اگر این کار دوستان آقای فیروزه‌ایان به جان فیروزه‌ای نیست، این فیروزه است. فیروزه. ببین فیروزه حاجی تویی فیروزه نیست. چرا اینقدر خوب موندی بابا؟ ببخشید شما قصد ازدواج نداری یا مادر هایم؟ خیلی خوب بود. من گفتم هیچ کس نیست غیر از خودم. آقا من این موزل رو بده مردم میخوام بدونن دیگه. حلش میکنم برام. چرا ادای همدیگه رو سال ما نداریم؟ کیش نرفتیم. خب چرا؟ کسی جایش و بعضا حتی راستی دیالوگای ناراحت نیستی این کاری که تو میخونه؟ اصلا گوش بده. این الان با من بودی، من خدا شاهده میتونم گوش بده. اولا که کاری که من و ایشون میخونیم کار خودمون نیست. من علیزاده که ایشون داره میخونه، علیزاده کسی دیگه است. ناصر عبداللهی خدا بیامرز کسی دیگه است. اصلا کسی قرار نیست که مگه کار به نام ایشونه. خب ولی خداییش خود مثلا ناصر عبداللهی اندازه شما پول در نیورد برای خوندناش.
Please listen to me. درسته؟ من دیگه صحبتی ندارم. گوش بده سامان، میخوام سوالتو پاسخ بدم. بله. پیش به خودم گفتم عجب آدمای ناقلایی هستن، چه آدم میتونه فلان باشه بیسار باشه بیاد دیالوگ که دیگه مال توه، درسته؟ بله. من نمیتونم آب کشت زیاده مسی که بگم آب برای خب گرمه. آب بیاورید. آقا من آب اینجا بیاورید. تشنگی دارم. حکایت اون چیزه شد میگفت من نمیتونم برای خودم افتخار اینو داشته باشم که به لیوان آقای ریوندی هم دست زدم هم لب زدم. من الان هیچ اشکالی نداره، ولی برو اون برا آقا. من احترام خاصی برای تمام بینندگانتون قائلم، ولی استاد حسن ریوندی این عزیزی که صبح تا شب برای بهتر شدن کارش داره تلاش میکنه، از خیلی ها شنیدم چه کارهایی که از همین الان برای 2015 هم برنامه داره، ولی امثال ما چی؟ ما باید به این عزیزان امتناع کنیم. من بگم چاکرتم آقا، خدا شاهده این رنگای خوشگلی که تو همون کنسرت کجات بود انقدر من شیفته کت شلوار ایشون شدم، خدا شاهده خیلی ها. کت شلوار و جلیقه اشکالی ندارم. به احترام همه شما بینندگان، دوستان خوبمون در این پورتال هر چی که شما میگید، همه زحمتکشا بچه‌ها دوستان خودم، به احترام همتون اگه بسته منو میبینید میزنم تو صورتم. به احترام اینو بزن، به احترام این پاکی و متانت و این سفیدی که در صورت ایشون هست، پس یکی دیگه هم میزنم تا خوابم اولا بپره، چون پرواز بسته منو بگیرید خسته شد. بسته بعد روزگار بسته خیش. پرویز بهرامو بگو. یه تیکی پرویز بهرام تعریف کن. اگر برای تو من صحبتی میکنم امروز، من تو را ای سامان گور به گور گورم به لقب دمستاق پرداز بوکاس یک شنرال ارشد سپاه خودم لقب میگم. تو توانایی این رو داری که در میان تمامی رقبا با توجه به سن سال کمت و 68 بودنت، یعنی دیگه تقریبا نزدیک 70، یعنی دیگه 68 رو داری تموم، یعنی دیگه داری وارد 70 میشی، یعنی حتی 70 ها نمیتونن به توی 68 ها 65 ها و حتی 55 ها. بسیار بسی رنج بردم در این سال 23 چون 23 منظورم اینه که ما در خدمتتون هستیم. پرسیده که من که معشوق تو کیست؟ گفتم که فلانیست. منظور تو چیست؟ بنابراین اومد لب بوم قالیچه تکون داد. شکسپیر در مورد ادبیات ایران میگه یعنی ادبیات ایران سرشار معنی، مفهوم و ریتم و اعتبار. بنابراین میگه شاعر اومد لب بوم قالیچه تکون داد، قالیچه خاک نداشت، خودشو نشون داد. بسیار دوست عزیز خوبم، شاعره گرانقدر، خانم حیدر مریم، ببخشید مریم درزاده و حضور ارزشمند آقای ریوندی، صدا پیشه خوبمون. آقای ریوندی، من با این که نمیبینم تو رو حست میکنم. برو. گفتی تو دلم اول آخر خودتی، از هرچی تو دنیا بهترینش خودتی. خندیدم و زیر لب مکرر گفتم شاهزاده قصه های من خر خودتی. خیلی 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 خندیدی، اما بذارید من بگم که کار شاهزادگی سراغی آسمان نگیری، نپرسی که چه حالیم، عیبی نداره میدونم باعث این جایم. رفتم شاید که رفتنم فکر تو کمتر بکنه، نبودنم کنار تو اصلا حال تو بهتر بکنه. لس کردم با خودم آخه احساس من حالی نبود، احساس من فرق داشت با تو، دوست داشتن مدل بیوندی نبود. تو
رو خدا بذارید بریم. میریم سراغ این. بزرگترین ضعفت چیه سامان تو اجراحات؟ نقطه ضعفشه دیگه، بزرگترین ضعفش. بزرگترین ضعف هم اینه که خیلی حرف میزنم. من اگه بتونم حرف نزنم تو اجراحات یعنی حرف؟ بله تو اجراحات من یه آقای رو میبینم خیلی مثلا شبیه یکیه میگم معمولا. گیر میدی بهش. بریم بزرگترین ضعفت تو اجرا؟ ضعفم تو اجرا اینه که هنوز بعد از 20 و اندی سال روی صحنه بودن استرس دارم. استرس چیزا. یعنی موقع اجراحات استرس داری؟ آره. حتی من شنیدم که یه جایی مصاحبه کرده بودن استاد شجریان، حالا من خودم بیشون نباید مقایسه کنم که تو قیاسی هم نیست، چون محل فارغه. بله محل فارغه و در مثل جای مناقشه نیست شما واسه خودتون. استاد شجریان هم گفته بود که من قبل هر اجرام استرس دارم. استرس دارم. آره. چه حرف البته میدونی شما خیلی سیخ هم وای میسی رو صحنه. سیخ بودن یکی از ضعفات. پس بذاریم دلا بله. وایسم خوبه نه، مثلا هم- نه چجوری یه بری از اینکه سیخ وای میسی. سیخ وای میسی. من خیلی چون طرفدارتون هستم میگم. سیس وای خدای من عجب سوسیس خوشمزه‌ای با طعم مرچ میدن. برگرد مرچ مزه‌شو از بین بردی. سه شماره بهت فرصت میدم از این سوراخی بیا بیرون. 1 3 تمام. اوه سوختم پدر سوخته چی بود؟ آقا مجموعه ببینید جا. مگه دام جهانیه که ببخشید بخواد بالای 120 دقیقه باشه آقای ریوندی ببین ببخشید بذار بده. برادراشون ما هم چند تا داداشیم. نه اینکه ببخشید من احترام خاصی برای ایشون قائلم، عزیزانشون برادراشون، ولی به نظر من ایشونن که دارن عذر میخوام یک کتازی میکنن. شما کجای دنیا دیدی؟ قشنگ به هیچ عنوان شما هیچ جای دنیا ندیدی. من به داداشش خیلی سلام برسون بگم محمدمون سلام رسوند. انشالله ما کنسرت های قبلی که ما گذاشتیم تحت عنوان شوی خنده یا کنسرت خنده که با هر دو آقا من با شما نبودم. نه حواست شما رو کجاست؟ میدونم ما زنگ زدیم به هر دو یه اسم دیگه. گیر دادن، هم گفتن شوی خنده اشتباهه هم کنسرت خنده. من گفتم از دوستانمون در فرهنگستان ادب میخوام که یک اصطلاح یه واژه اصطلاح خوشگل برای ما پیدا کنن که ما بدونیم چی بگیم. شب خنده گذاشتیم آخرش. در ناظر به گفتگو پورتال از همه شما خداحافظی میکنم و خوشحالم از اینکه فرصت دادید. خداحافظی کن. گردی؟ کجدیش گزدگانیم کجدیش خداحافظی کنم. زیر صدا. من به سهم خودم کنم. آخرین کارت هم اجرا کن. bara doves. De basse bara dov. Tum rekomnande, stațitum monaseregetum buftu bumatitum pitum pirusia stagastitum bufatitum deitum bumamisaditum mopagampa. ای کار قشنگت. درست لحظه ای که تو باید بری اسیر احساس مبهم شدیم. ببین بعد کون پرپر زدن چطوری بدی عاشق هم شدیم. آقا منو نگاه بیا یه خداحافظی کنیم داداش بریم دیگه. آقا بریم آقا. من گفتم برنامه رو ادامه بدین. آقا رمان رحیم این ناپلونی رو بشنم داداش. اینجا پول ما ندادی که. بله اینو من واقعا مقسم متذکرش آقا چیزه اصلا این بخش رو چیز نادیده بگیرید. اینا دوستان پول در بیار بهش بدیم. خدا شاهد من 40,000 تومان دارم میدم همینجا. باشه من میتونم کارت بکشم. بابا بکش لای دستگاه بچه کارت داریم تو پورتال. دستگاه کارت خان داریم. واقعا بیچاره ای، واقعا آدم مفلوجی هستی. دستتون درد نکنه. یه لیوان آب به ما خواست بده 40,000 تومان. بله این آبای دومی خوب نبود، آب اولیو بهتر بود. آخه اونا از تانکر بود، اینا از آب انبار بود. بچه یه آرزو کنی رو به دوربین ما، یه آرزو کوتاه. آرزو میکنم که همه عزیزانی که این برنامه رو دیدن همیشه تنشون سلامت، دلشون شاد و لبانشون خندون و جیباشون هم مثل همین آقا که الان پول گذاشتم تو جیباتون هم پر پول پایدار باشید. آرزو میکنم که همیشه در کنار هم خوب و خوش و خرم باشیم، همه جا صلح باشه. مردشور همه اون عزیزانی بردن که حقوق بشر رو نقض کردن. آفرین. همه شما خوبان رو به خداوند متعال